بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند به نهایت مهربان. سلام شاگردای عزیز و نازنین. خدا کنه که همه شما جور و صحتمند باشین. به می امیدواری درس امروز خدا آغاز میکنیم. طوری که شاگردای عزیز در درس گذشته ما و شما فیزیک نور، فیزیک صنف دهم تمام کردیم. درس امروز ما و شما شاگردای عزیز در مورد فیزیک برق است. اولین موضوع را که ما شما در درس 26 مطالعه میکنیم شاگردای عزیز تحت عنوان برق ساکن است. برق ساکن. متوجه باشین شاگردای نازنین برق ساکن چیست؟ عملا شاید شاگردای عزیز شما برق ساکن تجربه کرده باشید. در هنگام لباس پوشیدن شاگردای عزیز خصوصا لباس هایی که مثلا سیاه رنگ داشته باشه ما شما یک جرقه را میبینیم. و یا شاگردای عزیز در وقت راه رفتن روی فرش ها و یا دست زدن با یک دستگیره فلزی اکثر اوقات در هوایی که رطوبت نداشته باشه، هوا بسیار خشک باشه، در او زمان وقتی که با دستگیره یک دروازه ما شما تماس پیدا میکنیم یک شوک احساس میکنیم. تمام اشیا که از شاگردای عزیز به نام برق ساکن یاد میشه و این عملیه ها نشان میده شاگردای عزیز که کل اجسام در طبیعت دارای چارج می باشه. اینال شاگردای عزیز اولین موضوع ما و شما برق ساکن است. برق ساکن چی است؟ شاگردای عزیز برق ساکن چارج های می باشد که جریان ندارد. برق ساکن شاگردای نازنین چارج هایی است که جریان نداره. اینال سوال در اینجاست چرا این چارج ها جریان نداره؟ علت شاگردای نازنین کمبود انرژی است. انرژی از این چارج ها بسیار کم است. این چارج ها نمیتونه حرکت بکنه، در جسم ساکن مانده. به او خاطر این چارج ها را ما و شما در فیزیک به نام چی یاد میکنیم؟ برق ساکن. گپ سوم شاگردای نازنین اولین دانشمندی که مطالعات خود در مورد برق ساکن آغاز کرد دانشمند به نام بنجامین فرانکلین می باشد. بنجامین فرانکلین اولین کسی بود که تحقیقات یا مطالعات خود در مورد برق ساکن آغاز کرد. خب شاگردای عزیز ما و شما گپ از چارج زدیم. بین شاگردای نازنین که ما و شما خود چارج برقی را بشناسیم. شاگردای عزیز چارج برقی چیست؟ چارج برقی که از شاگردای عزیز جسم نیست، خاصیت یک جسمه. نوشته میکنم شاگردای عزیز چارج برقی خاصیت چی می باشد؟ اجسام می باشد. چارج برقی خودش جسم نیست بلکه خاصیت اجسام می باشد. گپ دوم شاگردا جسم چارجدار با چارجدار دیگر عکس العمل نشان می دهد. جسم چارجدار با چارجدار دیگر چی نشان می دهد؟ عکس العمل نشان می دهد. شاگردا به این معنی جسم خنثی با خنثی اصلا عکس العمل نشان نمیده. جسم چارجدار با خنثی هم عکس العمل نداره. دو دانه جسم چارجدار که در کنار هم قرار بگیره او زمان است که عکس العمل نشان میده. عکس العمل از این چارج ها چی است شاگردای عزیز؟ سعی کنین اگر شاگردای نازنین چارج ها هم نوع باشه، یعنی هر دویش مثبت یا هر دویش منفی باشه، یک چارج بالای چارج دیگه قوه وارد میکنه. این قوه که از شاگردای نازنین قوه چی است؟ دافع است. یعنی چارج های هم نوع یکی دیگه خود دفع میکنه. در حالی که شاگردا اگر یک چارج مثبت باشه چارج دیگه منفی باشه، یک چارج بالای چارج دیگه قوه وارد میکنه. این قوه این بار شاگردای نازنین قوه جاذبه است. بنابراین یادتان نروه چارج های هم نوع یکی دیگه خود دفع میکنه. چارج های مختلف نوع چی کار میکنه؟ جذب میکنه. خب شاگردای نازنین موضوع بعدی ما و شما که است انواع چارج است. انواع چارج برقی شاگردای عزیز که است دو نوع است. یکی ما و شما چارج مثبت داریم، یکی دیگه ما و شما چارج چی داریم؟ منفی داریم.
اولین دانشمندی که نامگذاری کرد، اولین دانشمندی که چارچها را شاگردای عزیز نامهای مثبت و منفی را بالایش گذاشت، امی بنجامین فرانکلین بود. بنجامین فرانکلین شاگردای عزیز اولین کسی بود که مطالعات خود در مورد برق ساکن آغاز کرد و نامهای مثبت و منفی را بالای چارچها گذاشت که این چارچها شاگردای نازنین نامهای قبول شده هستند در حقیقت مثبت و منفی. موضوع بعدی شاگردای نازنین قانون تحفظ چارچها است. قانون تحفظ چارچها. قانون تحفظ چارچها شاگردای عزیز برای ما و شما چی را بیان میکنه؟ قانون تحفظ چارچها میگه چارچ برقی نه تولید شده، چارچ برقی نه تولید شده و نه از بین میرود. چارچ برقی نه تولید شده و نه از بین میرود. چارچ برقی را شاگردای عزیز ما و شما تولید کردن نمیتونیم. چارچ برقی را نمیتونیم از بین ببریم. صرف شاگردای عزیز چارچ برقی صرف چی کار میکنه؟ صرف چارچ برقی از یک جسم به جسم دیگر انتقال میکند. چارچ برقی که است شاگردای نازنین تولید نمیشه، از بین هم نمیره، تنها و تنها که است به اندازه مساوی از یک جسم به جسم دیگر چی میکنه؟ انتقال میکنه. نمونه شاگردای نازنین تعاملات کیمیاوی. در تعاملات کیمیاوی شاگردای عزیز اکثرا اگر متوجه باشیم یک جسم الکترون میبازد، جسم دیگر الکترون میگیره. اینان شاگردای عزیز الکترون از بین نرفت، الکترون تولید نشد، فقط از جسم اول به جسم دوم چی کار کرد؟ انتقال کرد. این قانون ما و شما به نام قانون تحفظ چارچها یاد میکنیم. میگه چارج برقی نه تولید شده و نه از بین میرود. صرف شاگردای نازنین چارج برقی از یک جسم به جسم دیگر چی کار میکنه؟ انتقال میکنه. این از این بابت. اینان شاگردای عزیز موضوع بعدی ما و شما که است اتم است. اتم شما شاگردای عزیز در کیمیا مطالعه کردید. اتم که است شاگردای عزیز از دو قسمت ساخته شده. یکی شاگردای عزیز هسته داره، یکی مدارها یا اقشار داره. در هسته که از شاگردای عزیز دو دانه ذره قرار داره، یکی پروتون با چارج مثبت، دوم شاگردای عزیز نیوترون با چارج خنثی قرار داره. اما در مدارها که است شاگردای عزیز، در مدارها که است الکترون با چارج منفی قرار داره. یک نکته بسیار مهم یادتان باشه، در حالت عادی که از شاگردای عزیز تعداد الکترون ها و تعداد پروتون ها با هم چی است؟ مساوی هستند. چارج الکترون با پروتون شما میفهمین که مساوی است، اما مختلف العلامه. چارج الکترون منفی است، چارج پروتون چی است؟ مثبت است. اینال در حالت عادی که است تعداد الکترون ها و تعداد پروتون های جسم با هم چی میشه؟ مساوی میشه. زمانی که تعداد الکترون ها و پروتون ها مساوی شود به این معنی است که چارج های مثبت و منفی با هم مساوی شده. چارج های مثبت و منفی اگر مساوی شود یکی دیگه خود چی میکنه؟ خنثی میسازه. به این حالت شاگردای عزیز ما و شما خیلی گفته میتونیم که چون در حالت عادی، در دیگه حالات نه، در حالت عادی که است تعداد الکترون و پروتون با هم مساوی است، بنابراین تمام اجسام از نظر داشتن چارج خنثی می باشه. خب شاگردای عزیز ما و شما صحبت کردیم که اجسام در حالت عادی از نظر داشتن چارج چی می باشه؟ خنثی. و دلیلش هم امی بود شاگردای عزیز که تعداد الکترون ها و پروتون ها یا چارج های مثبت و منفی با هم مساوی است. موضوع بعدی ما و شما که از شاگردای عزیز انواع اجسام است. انواع اجسام از نظر عبور چارج. شاگردای عزیز و نازنین اجسام که است از نظر عبور چارج به دو نوع است. چند نوع؟ دو نوع. یکی شاگردای عزیز ما و شما اجسام حادی داریم، یکی دیگه ما و شما اجسام عایق داریم.
اجسام حادی شاگردای عزیز از نامش پیداست، اجسامی است شاگردای عزیز که برق را عبور بدهد. هر جسمی که از خود برق عبور داده بتونه او را ما و شما به نام چی یاد میکنیم؟ حادی. در حالی که شاگردای عزیز اجسام عایق که است برق را عبور نمیدهد. هر جسمی که برق از خود عبور بده او را ما و شما به نام حادی یاد میکنیم و هر جسمی که برق از خود عبور داده نتانه او را ما و شما به نام چی یاد میکنیم؟ عایق. مثلا شاگردای عزیز نمونه حادی ها که است اکثرا فلزات است. مثلا طلا، نقره، مس، المونیم، اینا عناصری است شاگردای عزیز که برق از خود عبور میده و هر جسمی که برق از خود عبور بده او را ما و شما به نام چی یاد میکنیم؟ حادی. دوم شاگردای عزیز اجسام عایق گفتیم. اجسام عایق از خود برق عبور نمیده. نمونه شاگردای عزیز اکثرا غیر فلزات است، مثلا هوا، مثل پلاستیک، مثل شیشه، آب خالص. اینا شاگردای عزیز اجسامی هستند که برق از خود عبور دادن نمیتونه. به این دلیل است ما و شما این اجسام چی میگیم؟ عایق میگیم. خب شاگردای عزیز بعضی اوقات شاید مثلا شنیده باشین مردم میگه که اجسام از نظر عبور چارج سه نوع است: حادی، عایق، نیمه حادی. در حالی که شاگردای عزیز این اشتباه است. ما و شما اجسام از نظر عبور چارج که اگر میگیم اجسام از نظر عبور چارج دو نوع است: حادی و عایق. نیمه حادی ها را شامل از این گروه نمیسازیم. چرا نیمه حادی ها شامل از این گروه نمیشه؟ به خاطر از این که نیمه حادی ها شاگردای عزیز میتونه از خود دو خاصیت نشان بده. بعضی اوقات خاصیت حادی را از خود نشان میده، بعضی اوقات خاصیت عایق از خود نشان میده. اینا شاگردای عزیز این بستگی به حالت از این مواد داره. اگر این مواد خالص باشه خاصیت عایق از خود نشان میده. اگر شاگردای عزیز این مواد ناخالص باشه خاصیت حادی را از خود نشان میده. بنابراین یادتان باشه شاگردای عزیز نیمه حادی ها که هست دو خاصیت داره. اگر شاگردای نازنین خالص باشه خاصیت عایق است، ناخالص باشه خاصیت حادی. مثلا گروه چهارم جدول دورانی عناصر شاگردای عزیز سیلیکون، جرمانیم، قلعی، سرب. یا کسی شاگردای عزیز اکثرا نیا به نام چی یاد میشه؟ نیمه حادی ها هستن. اینا شاگردا اگر امین نیمه حادی ها خالص باشه خاصیت عایق از خود نشان میده. اگر همراه از اینا ما و شما یک ماده دیگر اضافه بکنیم، مثلا مثل مخلوط بسازیم، در این حالت اینا ناخالص شدن، خاصیت حادی را از خود نشان میده و این مانا که از خود برق عبور میده. خب شاگردای عزیز و نازنین در درس امروز ما و شما در مورد برق ساکن صحبت کردیم. گفتیم برق ساکن چارج هایی است که جریان نداره. چرا جریان نداره؟ چون انرژیشان کم است. اولین دانشمندی که مطالعات خود آغاز کرد بنجامین فرانکلین بود. یاد گرفتیم چارج برقی خاصیت یک جسم است، خودش جسم نیست. جسم چارجدار با چارجدار دیگه عکس العمل نشان میده، به این معنی که چارج های هم نوع یکی دیگه خود دفع میکنه، مختلف نوع جذب میکنه. قانون تحفظ چارج گفت چارج برقی نه تولید میشه و نه از بین میره، صرف از یک جسم به جسم دیگه چی میکنه؟ انتقال میکنه. موضوع بعدی شاگردای عزیز گفتیم اتم دارای دو قسمت است، یکی هسته یکی مدار. در هسته پروتون با چارج مثبت، نیوترون با چارج خنثی و در مدار الکترون با چارج منفی قرار داره. در حالت عادی تعداد الکترون و پروتون با هم مساوی است، بنابراین اجسام از نظر عبور چارج چی میشه؟ خنثی میشه. همچنان شاگردای عزیز گفتیم اجسام از نظر عبور چارج دو نوع: حادی و عایق. حادی شاگردای عزیز برق عبور میده، عایق برق عبور نمیده. نیمه حادی ها شامل کتگوری نمیسازیم چون دو خاصیت داره: خالص باشه خاصیت عایق، ناخالص باشه خاصیت حادی را از خود نشان میده. این بود درس امروز ما و شما. تا درس بعدی که باز هم انجینیر رضا جهش در خدمت شما قرار میگیره، شما را به خداوند منان می‌سپارم.